کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که بارشات شدید در مناطق کوهستان کشور و گرم شدن روزهای اخیر خطر لغزش ترمیم و ریزش سنگ را بیشتر کرده است. وضع در شهرهای دوشنبه رشت لخش، دوشنبه ورزاب خوجند، کولوب درواز ونج خوروغ اشکوشم، خوروغ مرغوب خطرناک باقی میماند. چنانچه 25 ینور سال 2022 ساعت 16:30 به وقت محلی در دهه سفناب جماعت دهات سفناب نویه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان سنگریزی به قید گرفته شده است. بنا به معلومات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در حال حاضر راه ماشینگرد روشان برتنگ موقتا بسته شده است و با تلاش کارمندان و تکنیک مخصوص وزارت نقلیات کارهای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی ادامه دارد. در رابطه با این کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و مدافع گنجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بار دیگر به ساکنان و مهمانان کشور مراجعت می‌کند که هنگام سفر در راه‌های کوهی قاعده‌های بی‌خطری را جداً رعایت کنند. موقتا به منطقه‌های ترمخیز، چارواچرانی، شکار، جمع‌آوری هیزم و غنچین گیاه‌های شفابخش نروند. رفتن به ساحل دریا و کوه‌ها و آب‌انبارها نیز به قصد ماهیداری چندان بی‌خطر نیست. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به شهروندان خاطر رسان می‌کند که از سفر به محل‌های ترمفرای خودداری نموده هوشیار و احتیاطکار باشند و رانندگان سرعت حرکت را بالا نبرند، فاصله بین ماشین‌ها را رعایت کنند.